پایان همه چیز شمرده بودیم و پس از آن همه صحبت درباره مرگ نیستی او را به چشم دیدم. این رویداد موجب شد درباره سرنوشت شک کنم و دچار اوهام گنگی شوم که دست از سرم بر نمی داشتند. ترجیح می دادم اشعاری را بخوانم که از کوتاهی عمر انسان می سرودند. باور داشتم که هیچ هدفی به تلاشش نمی ارزد. عجب این که به مرور زمان و متناسب با بالا رفتن سن از این احساس کاسته شد. آیا دلیلش این بود که امید همواره با تردید آمیخته است و وقتی زندگیمان را ترک می کند تازه روزگارمان جدی اما مثبت‌تر می گردد؟ یا شاید زندگی زمانی حقیقی می شود که تمامی رویاهایمان رنگ می بازد، همان گونه که با کوچ ابرها قله کوه در افق بهتر به چشم می آید؟ پس از ترک بوتنگ به شهر کوچکی رفتم. این شهر مقر حکومت شاهزاده‌ای بود که مانند بیشتر شاهزادگان آلمان با آرامش سرزمین کوچکی را اداره می‌کرد. از روشنفکران ساکن آن دیار حمایت می‌کرد، به ابراز